اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی افرادی که این ویدیو رو مشاهده می‌کنند. در این ویدیو که در واقع اولین ویدیو از تحلیل و بررسی فیلم ها هست، قراره که دو تا فیلم براتون در واقع تحلیل و بررسی کنم. این دو تا فیلم در اصطلاح فیلم، حالا اسمی که من روش گذاشتم فیلم میان زمانی هست. میان زمانی که به اشتباه امروزه بهش میگن آخر از زمانی. حالا چرا اشتباه بهش میگن؟ در واقع آخر از زمان فقط مخصوص شیعه است. یعنی فقط شیعیان هستند که یک مفهومی به نام آخر از زمان، امام زمان و اینجور مسائل. و حالا یک مقداری مسیحیت که حالا من در مورد مسیحیت خیلی اطلاعی ندارم که مفهومشون از حالا دوباره برگشتن حضرت عیسی چی است و قراره چیکار کنه، مفهوم آخر از زمانی داره یا میان زمانی. حالا اونو من کاری ندارم، ولی خب اگر مفهوم آخر از زمانی هم داشته باشن، مسیحیت مثل شیعه توضیح نداده که مثلا چه کارهایی قرار انجام بشه و حالا حضرت عیسی که قرار بیاد قرار چه کاری انجام بده. درست حالا در شیعه هم گفته میشه که حضرت عیسی با امام زمان برمیگرده، ولی این که حالا در واقع آموزه های مسیحی با چه مفهومی اومده من خبر ندارم، ولی چیزی که میدونم نسبت به ادیان دیگه مثلا سنی ها بالاخره یک سری روایات احادیثی دارن که یک مهدی میاد، حالا هر 100 سال یه بار میاد هر چیزی. و ادیان دیگه ممکنه توی بودا، توی نمیدونم هندو یا یهودیت هر چیز دیگه هم باشه. ولی خب چیزی که مسلمه در موارد اونها با معنی میان زمانی داره، یعنی یک ظلمی اتفاق میفته در یک جامعه، در یک کشوری یا حتی در کل دنیا. یک شخص میاد اون ظلم رو ریشه‌کن میکنه و مردم رو نجات میده. چیزی که در واقع آموزه های دیگران هست به این شکله. اما در شیعه چیزی که به عنوان امام زمان میاد، در واقع امام زمان قراره که بیاد کلا ظلم رو به صورت نسبی برای همیشه ریشه‌کن کنه. به صورت مطلق نمیتونه برای همیشه ریشه‌کن کنه، قانون زمین، ولی به صورت نسبی، یعنی مثلا گفتم چه شیطان رو میکشه، بعد از اون دیگه برای همیشه در واقع صلح به صورت کلی در زمین برقراره. یعنی به صورت فراگیر دیگه ظلم نمیتونه در واقع برقرار بشه، چه زمان امام زمان که به قدرت میرسه، چه بعدش که دیگه حالا از دنیا بالاخره یه روزی میره و مردم به حالت عادی برمیگردن. با توجه به آموزه هایی که امام زمان بر جای میگذاره، دیگه اون ظلم به اون صورت به صورت فراگیر گسترش پیدا نمیکنه، یعنی بر مردم ظلم نمیشه. بنابراین اینو گفتم که تمام فیلم هایی که به نام آخر از زمانی ساخته شده و در آینده ساخته میشه، چه حالا فیلم های آمریکایی، فیلم های حالا نمیدونم نتفلیکس و مارول و از اینجور فیلم هایی که قبلا ساخته شده، چه حالا فیلم هایی که کمپانی های دیگه، مثلا دو تا فیلمی که من امروز برای شما انتخاب کردم فیلم هندیه. اینها به هیچ عنوان در واقع نمایانگر آخر از زمان و امام زمان نیست و شیعیان امام زمان رو نباید از روی این فیلم ها برداشت کنن که میخواد چیکار کنه.
یعنی اون چیزی نیست و کلا هیچ کس هم نمیتونه فیلم آخر زمانی با توجه به اعتقادات شیعه رو هیچ کس نمیتونه بسازه، چون که خود امام زمان مطرح نیست. یعنی خود امام زمان که میاد، امام زمان که خب قبل از امام زمان هم بودن، حالا 12 نفر 11 نفر دیگه امام بوده طبق فرهنگ شیعه، 124,000 تا هم پیامبر بود. بنابراین امام زمان خب اونها در واقع کار امام زمان رو نتونستن انجام بدن، اونها فقط دین آورد و 11 امام هم که حالا قدرت به اون صورت دستشون نبوده که فرهنگ و تفسیر دین رو بیارن. و امام زمان حالا طبق فرهنگ شیعه قراره که بیاد یک سری آموزه های از دین برای مسلمانان و کل جهان بیاد. یعنی قرار نیست دین بیاد و حتی قرار هم نیست حکومت، چون که قبلا همونطور که من گفته بودم حکومت کلا با ذات اسلام مشکل داره و چون که حکومت یعنی یک سری قوانینی که بحث میکنه و دیگران موظفن انجام بدن توی اون جامعه، حالا میخواد مسلمون باشه میخواد مسلمون نباشه. در مورد مسلمون ها که واضحه، یعنی هیچ گونه اجباری در مسائل شخصی نیست. قبلا هم گفته بودم یعنی مسائلی مثل حجاب، مثل نماز خوندن که نماز رو بخونه یا نخونه، مثل نحوه خرج کردن پول، اینها به هیچ عنوان اول اینکه دستورش گفته نشده، فقط یک سری حدودی مشخص شده که اسراف نکن پول رو، نمیدونم در راه قمار، در راه یه چیز دیگه حالا اسمش یادم رفت، در این راه، در راههای حرام مثلا مصرف نکن. منظورش اینه، یعنی یک سری حدودی مشخص کرده ولی خب نحوه مصرف رو به عهده مسلمان ها گذاشته. یعنی هیچ گونه اجباری نیست که یه نفر بیاد بخواد مسلمان ها رو اجبار کنه که شما به این شکلی که من میگم پولت رو باید خرج کنید، در اینجا باید پولت رو کار. بنابراین حکومت اسلامی اول اینکه در مورد مسلمان ها صدق نمیکنه، دومی که به صورت کلی اصلا در مورد غیر مسلمان ها هم صدق نمیکنه این موضوع. آیه سریع قرآن گفته لا اکراه فی الدین. وقتی میگه لا اکراه فی الدین یعنی حتی بر فرض اینن که بر مسلمان ها هم واجب بود که حکومت داشته باشن که نیست، از نظر من واجب نیست. بر فرض اینا که بر مسلمان ها واجب بود، بر غیر مسلمان ها دیگه آیه سریع قرآنی که واجب نیست. یعنی حتی اگر یک دونه غیر مسلمان هم در یک کشور باشه، یک دونه غیر مسلمان، حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه یا اصلا کلا خدا رو قبول نداشته باشه، یک نفر هم باشه، طبق آیه سریع قرآن حکومت اسلامی در واقع بر اون کشور فسخ میشه و هیچ کس حق نداره حکومت اسلامی در واقع اجرا کنه. و این سنت پیامبر هم هست. یعنی شما تاریخ پیامبر رو که بخونید، در ابتدا که اومد به مشرکان گفت حالا افکارتون اشتباهه ولی خب نمیپذیرین و نپذیرین، ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم. و این مشکل از مشرکان بود و کفار بود که اول حالا پیامبر رو بیرون کردن، بعد تحریمش کردن و جنگ بهش اعمال کردن و اینجور بحث ها که بعدم دیگه پیامبر هم دید اونها خودشون در واقع به اصول آزادی پایبند نیستند، وارد جنگ شد و حالا تعدادشون رو کشت، تعدادشون رو حالا یک موردشون رو مشرکان مکه رو گفت که باید مسلمون بشید و مسائل دیگه. یعنی خود پیامبر هم قائل بر حکومت اسلامی نبود، حتی با اهل کتاب هم همینطور بود. با اهل کتاب گفت ما هیچ کدومون با هم دیگه برتری در واقع در زندگیمون برتری بر هم دیگه نداشته باشیم، یعنی همه آزاد باشن. به قول گفتین عیسی به دین خود، موسی به دین خود، محمد هم به دین خود. ما حالا در خدا مشترکیم، بیاین در راه خدا که با هم دیگه مشترکیم، بر همین بحث با هم دیگه دوست باشیم و به هم دیگه کاری نداشته باشیم. بعد حالا
اهل کتاب خودشون قدر این آزادی رو ندونستن و پیمان شکنی کردن و اومدن که مسلمان ها رو از بین ببرن که خب طبیعتا مسلمان ها هم پیامبر اسلام هم بالاخره دید اینطوریه با اونها جنگ کرد و پیروز شد. ولی خب چون که اهل کتاب بالاخره به حضرت عیسی و حضرت موسی معتقد بودن، با اینها مثل مشرکان رفتار نکرد که حالا اونها رو همشون رو قتل عام کنه یا از شهر بیرون کنه بگه دیگه با ما زندگی نکنه دیگه. گفت شما چون که به اصول آزادی پایبند نیستید، شمشیرها و سلاح‌ها رو ازتون میگیریم، به صورت عادی میتونید زندگی کنید. و حالا یک چیزی به نام جزیه هم ازشون گرفت. گفت حالا چون که دیگه در واقع قدرت نظامی دست ما هست و داریم ازتون حمایت میکنیم، یک مقدار کمی پول بهمون بپردازید. بنابراین خود پیامبر اسلام هم به هیچ عنوان قائل بر حکومت اسلامی نبود و این بود. حالا امام زمان هم طبق نظر من قرار نیست دین بیاره، قرار همین دین رو اجرا کنه، همین قرآن رو، همین سنت پیامبر رو اجرا کنه. و حالا افرادی که اصرار بر حکومت این امام دارن خب باید اثبات کنن که ایشون قرار یک دین جدید بیاره که مثلا آیه لا اکراه فی الدین داخلش نباشه و مسائل شخصی مردم رو برشون قانون بحث کنه. بگیم مثلا اگر یکی مثلا پولش رو دیدی داره غذاش رو اسراف میکنه، شما بیا مثلا 10 ضرب شلاق مثلا به این آدم بزن. اگر یکی دیدی لباس آستین کوتاه پوشیده که ریشش رو کوتاه کرد، اینجور بحثا که اینا هم دیگه حالا دست خودشون. ولی خب مسائل کلی اینه و همونطور که گفتم هیچ کس هم نمیتونه فیلم آخر از زمانی رو بسازه، چون که شخص امام زمان صرفاً مطرح نیست. مهم اون در واقع اصولی هست که قراره به انسان‌ها یاد بده. اول اینکه اصول کلی آزادی که ما با بقیه چطور رفتار کنیم، با غیر مسلمان ها چطور رفتار کنیم. دوم تفسیر آیات اسلامی، تفسیر سنت پیامبر و معنای حقیقیشون رو بیان کنه. یعنی اصل امام زمان اینه که قرار صلح رو بر جهان حاکم کنه و دیگران رو مسلمان کنه به این شکل. و اگر که ما توانایی داشتیم که فیلمش رو بسازیم و توضیح بدیم چجوری این قرار این کارا رو انجام بده که خب خودمون بلد بودیم دیگه، نیازی به امام زمان نبود. حالا افرادی ممکنه یک مقداری با توجه به آیات روایت و تفسیرهایی که خودشون دارن یک مقدار خیلی کمی توضیحاتی بدن در این موارد. حالا شخص خود من در آینده انشالله اگر خدا توفیق داد و به اون مراحل رسیدیم، در مورد امام زمان و کارهایی که در واقع میخواد انجام بده یک توضیحات کلی میدم. ولی خب مسلما هیچ وقت من 100 و 1000 امام زمان هم نمیتونم توضیحات لازم رو بیان کنم. این رو گفتن که شیعیان عزیز بحث امام زمان رو از روی این فیلم ها نگیرن. فیلم هایی که با نام آخر از زمان شناخته میشه و امثال رائفی پور میان به حساب خودشون تحلیل میکنن که بله اینطوری اونطوری نیست. هیچ کس نمیتونه آخر از زمان رو به شکل واقعیش تحلیل کنه. به هر حال بریم سراغ فیلمی که در نظر داریم. اولین فیلم یک فیلمی است به نام اعجوبه. این فیلم محصول سال 1991 هند است و در واقع همطور که گفتم این فیلم میان زمانی است. یعنی یک توضیح میده که مثلا این شخصی که این فیلم ساخته میخواسته به مخاطبان یک توضیح بده که در زمانهای مختلف یک سری افرادی ظلم میکنن بر افراد دیگر به عنوان حاکمیت، اینها چجوری عمل میکنن و راه مقابله با آنها چیه. یک شکل کلی از اینجور حکومت‌های ظالم ما داشته باشیم. و حالا این بحثی که این فیلم در نظر داره در مورد یک حکومت شاهنشاهی هست. یک شاهی هست که شاه خوبی عادل، در واقع مردم کشورش در صلح دارن زندگی میکنن و مردم در آرامش هستن. ولی خب این شاه یک مشکلی که داشته
هر موقع بچه دار می شده و پسر دار می شده، پسرش توسط وزیر اون شاه کشته میشه. یعنی اون وزیر اون شاه اون پسرها رو میکشته تا نسل شاه نتونه ادامه پیدا کنه و وقتی هم که نسل شاه نتونه ادامه پیدا کنه، طبق قوانینی که حالا اکثر حکومت‌های شاهنشاهی قدیمی داشتن، وزیر اعظم یا وزیر اعلی، در این هندی‌ها بهشون میگن وزیر اعلی، در اسلام وزیر اعظم خودمون یا نخست وزیر جانشین اون شاه میشه و قدرت رو به دست میاره. حالا من میخوام همگام با فیلم پیش بریم. این فیلم من میخواستم کاملش رو بذارم داخل یوتیوب، چون که فیلم خیلی قدیمی هست، احتمالا کسی خواست نگاه کنه نمیتونه فیلم کاملش رو به دست بیاره یا زیرنویسش رو به دست پیدا کنه. خواستم بذارم ولی خب متاسفانه یوتیوب یک اروری هست، ارور کپی رایت گرفت. حالا من نمیدونم مشکلش چیه، فیلم 30 سال پیش هند رو آزاد نمیکنه تا مردم ببینن، ولی خب به خاطر همین من نتونستم بذارم. الان هم که میخوام بهتون نشون بدم، صفحه رو کوچیک میکنم تا ارور کپی رایت نگیره. امیدوارم که نگیره، حالا شاید هم بگیره. حالا ما امتحان میکنیم، امیدوارم که دوباره ارور نگیره. همراه با فیلم پیش میریم تا ببینیم چجوریه، یعنی اون سازنده فیلم چه مفهومی رو میخواسته به بیننده برسونه. در ابتدا فیلم که نگاه کنیم، اینها در واقع دانشمندان اون جامعه بود، اون کشور بود که حالا با استفاده از علم ستاره شناسی، علم نجوم و غیره تشخیص میدن که بالاخره قراره یک پسری به دنیا بیاد از شاه و حکومتشون بالاخره بدون شاه نمیمونه و نسل شاه ادامه پیدا کنه. हमारे भारतस्तान को वार जरूर मिलेगा। क्या इस बार हम زیرنویس هم درست نشون نمیده. یه لحظه من صفحه رو بزرگ کنم این نشون میشه. वो सितारा है जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था। हमारे भारतस्तान को वार जरूर मिलेगा। क्या इस बार हमारा शहजादा जिंदा पैदा होगा? जी हाँ, और ये आसमानी ताकत हमेशा हमारे शहजादे की हिफाजत करेगी। आमीन। आमीन। خب این در واقع دانشمندان متوجه شدن که قراره بالاخره اون جانشین بیاد، جانشین شاه پیدا بشه و دیگه اون بچه کشته نمیشه. حالا پیش که بریم، اینجا بچه سالم متولد میشه و دیگه این وزیر اعظم نمیتونه بچه رو بکشه. होली में जैसा अनमोल रतन अनमोल हीरा डाल दिया है मेरे मालिक तेरा लाख शुक्र है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, اینجا اون بالاخره کنیزان دربار मुबारक हो वजीर आला, मुबारक हो, خدمتکاران دربار मुबारक हो। خبر رو به وزیر اعظم पाकिस्तान के وزیر लोगों की اعظم मुरादें ایشون पूरी हुई। मलिका का एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। कनीज से इनाम अता फरमाइए वजीर आला। از نظر قیافه هم خیلی به خامنه‌ای شبیه. حالا این یک سری فیلم های قدیمی رو من توجه کردم، فیلم های آمیتابھ بچان از یک بازیگر هندی. این فیلم ها رو که من مشاهده میکردم اکثرشون فیلم های قدیمیشون قبل از سال 2000 معمولا اکثر نقشه منفی رو این شخص داره. من هرچند نگاه میکنم از لحاظ قیافه هم از لحاظ اخلاقی شباهت زیادی به خامنه‌ای داره و این هم جزو معجزات خداوند. اینجا خبر رو خدمت ایشون میرسونه و ایشون मनहूस, बदबख्त,
को बुलाओ। اینجا میگه که دایه رو بیار. این وزیر اعظم یک نفوذی داشته در دربار، ایشون دایه بوده، یعنی از فرزندان حمایت میکرد. دایه دیگه خودتون میدونید، یعنی فرزندان رو بزرگ میکنه، همراه مادر فرزند از فرزندان محافظت میکنه و بزرگشون میکنه. این دایه که ایشون هست، ایشون هم خیلی شباهت زیادی به قرائتی چرخ داره. حالا درست زنه ولی هم لباس پوشیدن هم قیافش به قرائتی چرخ خیلی شبیه. و قرائتی چرخ هم در حکومت ایران نقش همین دایه رو داره. ایشون درست حالا در ظاهر سمت خاصی نداره، یعنی یک شخصی در ظاهر میاد و در واقع سخنرانی میکنه. یک برنامه به نام یک برنامه قرآنی داره، اسمش درس‌های از قرآن که پنجشنبه ها برنامه رو میذاره. ولی خب عملا ایشون نقش همین دایه رو داره، یعنی توی جمهوری اسلامی کودکانی که کشور در نظر داره برای شستشوی مغزی و سیاهی لشکر ازشون استفاده کنه، از زمانی که تقریبا سن 3-4 سالگی که یکی مقدار عقلشون میرسه تا قبل از ازدواجشون زیر نظر قرائتی چرک هستن. زیر نظر چند نفر هستن قرائتی چرک؟ رحیم پور ازغدی، رافی پور، حسن عباسی. ولی خب قرائتی چرک تا حالا 3-4 سال پیش بیشترین قدرت رو داشت، بیشترین تاثیرگذاری روی این افراد رو همین قرائتی چرک داشت که مثلا توضیح میداد چیکار کنیم که اینها رو شستشوی مغزی بدیم، اینها رو در واقع مثلا این کار باشون انجام بدیم که از بقیه مردم جدا باشن، یه وقتی سمت مردم نرن، همیشه سمت ما باشن، سمت آمریکا نرن. در واقع روش‌های شستشوی مغزی رو قرائتی چرک انجام میدن. و اگر هم یک زمانی افرادی بینشون بود مثل من که مثلا میخواست در واقع ازشون جدا بشه و از این سیستم نکبت رهایی پیدا کنه، اون شخصی که مسئول سرکوبش رو داشت که نتونه بقیه رو نجات بده همین قرائتی چرک. البته باقیشون هم بودن، یعنی همون ازغدی و رافی و عباسی و اینها، ولی بازم بیشترین نقش رو قرائتی چرک داره که میگه مثلا با این شخص اینطوری رفتار کنید که سرکوب بشه و نتونه کار خودش رو پیش ببره. واقعا این فیلم با حکومت ایران خیلی شباهت داره و این هم بالاخره هم قرائتی چرک دیگه. حالا اینجا وزیر اعظم بهش میگه که چرا نتونستی اون کودک رو مثل قبلا بکشی، مثل کودکان قبلی بکشی، و این حالا توضیح میده که نتونسته با اینجور بحث. خودتون مشاهده. ये गद्दार दाई महल से भागने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं सरकार, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हर बार की तरह मलिका को दवाई भी पिलाई, पैदा होते ही बच्चे का गला भी दबाया, मगर वो नहीं मरा सरकार। क्योंकि उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। सरकार, उसकी गर्दन बहुत मुलायम है ना, और छोटी सी। सरकार, पहले 5 बच्चे तो खुद ब खुद मर गए थे ना। आपकी दी हुई दवा से मरे थे सरकार। बहुत अच्छे थे वो, ये भी बहुत अच्छा है। इसीलिए तो बाहरिस्तान के लोग खुशियां मना रहे हैं। आओ देखो, तुम भी इनकी खुशियों में शरीक होना चाहोगी ना? हाँ सरकार। तो फिर ارور نگیر. حالا جاو. بنش سری حرفای علیکی میدونم که یوتیوب مثلا دارم در مورد این ویدیو توضیح میدم، زیاد گوش بدید. ارور نگیر. به هر حال اینجا تا اینجا کار این وزیر اعظم شکست خورده و شاهزاده متولد شد. اما خب در واقع اون فیلمساز میخواسته بالاخره این وزیر اعظم رو به قدرت برسونه. باید یک بهونه‌ای باشه که بالاخره یک روشی باشه که این اتفاق بیفته و این وزیر اعظم به قدرت برسه. بهونه‌ای که اینجا اون فیلمساز در نظر گرفته یک جادوگر هست. در واقع جلوتر که بریم یک جادوگر هست که دوست شاه هست و این شخص
این شخص دوست شاه هست و توی جشن به دنیا آمدن اون فرزند شرکت میکنه. بعد این جادوگر یک چیزی داره توی گردنش، یک طلسمی داره در اصطلاح که بهش قدرت میده و اون وزیر اعظم یک جوری این طلسم رو از این شاه کش میده، در واقع این طلسم رو ازش میدزده و باعث میشه که قدرتش زیاد بشه و بالاخره قدرت رو به دست بگیره در اون کشور. در واقع اون شکلی که وزیر اعظم قدرت رو به دست میگیره این بود. حالا این درسته یک مقدار تخیلی هست، ولی خب بالاخره اون فیلمساز دنبال یک بهونه بوده تا قدرت رو به دست وزیر اعظم. حالا اونجا که قدرت رو به دست میگیره من براتون بیارم. حالا قبل از اون در واقع क्या बन जाएंगे? बहुत खूब, तो मुबारकबाद देने हमें हिंद कब आना पड़ेगा? बहुत जल्द हुजूर, बहुत जल्द। अमीर खान, دیگه که مثلا हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। फरमाइए। हमें शक है कि यहाँ के कुछ लोग जी। हमारे खिलाफ। आप वजीर आला, आप यहाँ? आपकी हिफाजत के लिए आली जा। बहुत खूब, तो अमीर खान को इनकी आरामगाह तक पहुंचा दीजिए। जरूर, आइए। اینجا توضیح میده که در واقع भाई अमीर बाबा, आपकी और सुल्तान की दोस्ती पर हम रश करते हैं। काश हम भी आपके दोस्त होते। नामुमकिन। इंसान की दोस्ती हमेशा इंसान से होती है, शैतान से नहीं। शैतान जिंदाबाद। तो आप जानते हैं कि हम शैतान के परिस्तार हैं जादूगर बहुत दूर की सोचता है और शैतान बहुत नजदीक की। अभी 4 कदम पर क्या होने वाला है आप नहीं जानते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमक हरामों की असलियत का बहुत देर में पता चलता है। अमीर बाबा, आप तो जादूगर हैं। در واقع اینجا که میگه جادوگر مثلا همه چیز رو میدونه، به آینده فکر میکنه، شیطان به زمان حال. بعد این وزیر اعظم بهش میگه که شما نمیدونید 4 قدم جلوتر چه اتفاقی میفته. حالا این زیاد مربوط به موضوع فیلم نیست، ولی خب من توضیحش رو میدم. بعد مثلا جادوگر بهش میگه که شناخت خائن‌ها زمان زیادی می‌بره. ببینید این همون در واقع در مورد اجنه هست، چون که جادوگرها اکثرا با جنها سر کار دارن و جنها چون که سن زیادی دارن، مثلا 1000 سال 10,000 سال هرچی سنشون خیلی زیاده، اونهایی که در زمین سیر و سلوک کردن تجربه خیلی زیادی دارن. از روی تجربه میتونن آینده رو در واقع پیش بینی کنن. یعنی پیش بینی قطعی نمیتونن کنن. مثلا میگن خب حالا این اتفاقات داره میفته، طبق تجربه ما در آینده مثلا این اتفاق میفته. از روی تجربه هست که اجنه مثلا آینده نگری میکنن، ولی به صورت قطع هیچ وقت نمیتونن آینده نگیری قطعی انجام بدن. منظور این، حالا خداوند هم در قرآن این رو آورده. بنابراین اگر که میبینید جادوگرها یا اجنه بعضی وقتا حرفای خوبی میزنن و پیشگویی میکنن که از روی در واقع پیشگویی های انجام میدن که اتفاق میفته، اینها آینده رو هیچ وقت به هیچ عنوان مشاهده نکردن. اینا فقط از روی تجربه هست که میگن در آینده چه اتفاقی میفته. و خب حالا این جادوگر بدبخت تجربه نداشته و این خائن رو نشناخته. و این حالا منظورش این بود. सब कुछ जानते हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? ऊपर वाले का करम है। कुछ जंतर मंतर सिद्ध किए हुए हैं और बाकी करामात इस तावीज के हैं जो कि हिंद के एक साधु ने मुझे दिया था। और इसमें यह खासियत है कि जो भी इसे पहनेगा उसे कोई नहीं मार सकेगा और ना ही उस पर बुढ़ापे का असर होगा। इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने सीने से लगा रखता हूं। तो
तो इस तावीज में बंद है हिंद के साधु का जादू। आइए। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? हैं? नमक हराम, शैतान की औलाद! मैं नमक हराम हूँ। अब در حال اینجا طلسم رو به دست میگیره و میاد جلوتر و میخواد که شاه رو بکشه. شاه متوجه میشه و فرار میکنه. البته این فیلم خیلی از در واقع مسائل دینی علو گرفت. حالا من در ادامه بهتون نشون میدم که از مسائل دینی خیلی به زیبایی علو گرفته و همشون رو در کنار همدیگه آورد. مثلا اینجا که میاد شاه رو بکشه، شاه فرار میکنه و همچنین که مشاهده کنه متوجه میشه. इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, जाओ। क्या हुआ? कहाँ गया सुल्तान? तुम फिक्र मत करो, مثلا اینجا الان سلطان فرار کرده با همراه زن و بچه‌اش. درون یک قایق دارن میرن، ولی خب اون وزیر اعظم که بالاخره جادوگری رو به دست گرفته با یک قالیچه پرنده میاد. قالیچه پرنده نماد حضرت سلیمان. حضرت سلیمان یک قالیچه پرنده داشت و در واقع از اون استفاده میکرد و اینجا از حضرت سلیمان اون فیلم ساز اقتباس کرد. तुम दोनों को किसी महफूज जगह पहुंचाकर उस गद्दार वजीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शैतान जिंदाबाद। संभलिए सुल्तान! या परवरदिगार मदद, मेरा बच्चा! खुद मारिए। शैतान जिंदाबाद। خب اینجا غرق میشن و البته همشون زنده میمونن، فقط اون بکنم آره زنه آواره میشه و پسر توسط یک دلفین نجات پیدا میکنه و مرد هم نجات پیدا میکنه، ولی خب حافظش رو از دست میده. یعنی این سه نفر از همدیگه جدا میشه و باز همون نجات پیدا کردن شاهزاده توسط دلفین دوباره از مسائل دینی و اسلامی هست که یکی از پیامبران اسمش حضرت اسمش یادم نیست که میره داخل شکم یک ماهی و ماهی در واقع یک مدتی در شکم ماهی میمونه، بعد اون ماهی مثلا داخل ساحل اون رو بالا میاره. تقریبا یک همچین مسئله هست و این هم از مسائل دینی دوباره کپی کرده مثلا. اینجا در واقع دلفین پسره رو نجات میده و این آهنگر پیدا شد و پسره رو بزرگ. این تا اینجای کار که بالاخره اون وزیر اعظم قدرت رو به دست گرفت و فکر کرد که دیگه قدرت رو به دست گرفته و اون در واقع شاهزاده رو هم کشته و شاهزاده هم که کشته شده پس هیچ کس دیگه نمیتونه در مقابل اون قرار بگیره.
حالا من فیلم رو میزنم جلو برای اینکه زیاد طولانی نشه. مسائل اصلی رو میخوام براتون توضیح بدم. اینجا جادوگره برای اینکه مردم رو در واقع قانع کنه که سلطان رو اون نکشته و مقبولیت به دست بیاره، اون تقصیر رو گردن جادوگر میندازه. یعنی فریب میده مردم رو که بله این مشکلات که به وجود اومده مقصر من نبودم، مقصر از یکی دیگه بود. حالا اینجا گفته این جادوگر، چون که بالاخره این جادوگر قدرت داشته میتونسته بگه که بله ایشون قدرت داشته و سلطان رو کشته یا هر کار انجام میده. موضوع اینه. ولی خب نمیکشتش، جادوگر رو نمیکشه، چون که وزیر اعظم در واقع پیرو شیطانه و برای اینکه شیطان رو بتونه از جای خودش بیدار کنه نیاز داره به جادوگر. برای همین جادوگر رو زنده نگه میداره، ولی خب جادوگر قبول نمیکنه، به خاطر همین زندانی میشه. حالا من این رو میخوام بزنم جلو مشاهده کنم. این مسائل رو من نشونتون نمیدم. اینجا خودش توضیح داده. आओ अमीर बाबा आओ, ये देखो इस फौलादी शैतान की खातिर मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इसके जरिए मैं सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूं। अमीर बाबा सिर्फ तुम अपने जादू से जिंदा कर सकते हो इसे। मगर सरकार आला, आपने मेरे जादू का हार तो छीन लिया, अब मैं उसके बगैर जादू कैसे करूंगा? यह गलती मत कीजिए सुल्तान आली, हार मत दीजिए, नहीं तो फिर कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे हुजूर हम। अमीर, तुम आज से ही इस पर अपना काम करना शुरू कर दो, वरना हमारा जुल्म तुम्हें यह काम करने पर मजबूर कर देगा। अपने जुल्म की ताकत पर इतना नाज न करना, क्योंकि तुम्हारी नापाक हस्ती को नेस्तो नाबूद करने वाला पैदा हो चुका है। कौन? अजूबा। अजूबा? البته این که من گفتم قیافه این پسر شبیه خامنه ای، امیدوارم ناراحت نشین بازیگر. حالا من نمیدونم زنده هست نیست، و اگر زنده هست و صدای من رو میشنوه امیدوارم که ناراحت نشین. حالا بالاخره کار خداست دیگه. حالا من میدونم ممکنه شخص خوبی هم باشه، خب کار خداست دیگه. حالا قیافت شده شبیه خامنه ای دیگه، امیدوارم از حرف من ناراحت نشین. اینجا قدرت رو به دست گرفته و میخواد حالا توضیح بده که حکومت‌های ظالم چه ویژگی‌هایی دارن. این حکومت‌هایی که برای قدرت طلبی بر سر کار میان چه در واقع ویژگی‌هایی دارن و ما چجوری میتونیم اینها رو بشناسیم، رفتارشون چجوری. حالا میخوایم رفتار این حکومت رو بفهمیم. आया कि हर बशर को इत्तला दी जाती है कि आप पर ये सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि आपकी बेईमान नीयत दुरुस्त हो जाए। इस साल की फसल बहुत अच्छी होने पर भी शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। मुकम्मल फसल शाही गोदाम में जमा करवानी चाहिए।
शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। नौजवान को शैतान शामिल किया जाए। जिंदाबाद। जब मैंने लगान भर दिया है तो फिर ये जुल्म क्यों? और हर नौजवान लड़की शाही कनीजों में शामिल की जाएगी। इसलिए शैतान लड़की को जिंदाबाद। इस हुक्म की मुखालफत करने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। خب مشاهده کردیم یعنی حکومت‌های ظالم در واقع خودشون رو از بقیه برتر میدونن و دست به مال بقیه میبرن، یعنی ادعا میکنن که در واقع هر کس که کار میکنه محصولی به دست میاره، پولی به دست میاره، مالک حقیقیش ما هستیم و باید این پول رو به ما بده تا ما بتونیم هر جور که دلمون میخواد از این پول استفاده کنیم. بعد از اینکه مردم باز هم این مالیات ها رو به حکومت میدن و پولشون رو بهشون میدن، دوباره بهشون ظلم میکنن. یعنی حتی با اینکه پول مردم رو گرفتن، باز هم دست از ظلم و ستم بر نمیدن. و یک ویژگی دیگه که داره حکومت های ظالم، حکومت های در واقع هوسران هست، یعنی تمام زنهای در واقع تمام زنها رو حالا یک مقدار جوان هستن و زیبا انتخاب میکنن برای خودشون به عنوان کنیزی یا هر چیز دیگه. این هم یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت‌های ظالم هست. و این اوجود این شخص، حالا اینجا باز این شخص رو اون فیلمساز از در واقع داستان زورو کپی کرده. فیلم زورو هم شما نگاه کنید تقریبا شکل شمایلش همچین شکل شمایلی هست و ایشون همون شاهزاده هستن که دلفین نجاتش شد و به آهنگر دادش و شاهزاده بالاخره بزرگ میشه، جنگیدن یاد میگیره و به صورت پنهانی برای کمک کردن به مردم اقدام میکنه. बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुल्तान आली, ये है वो तीर जिन्हें चलाकर अजूबा ने हमारे सिपाहियों को जख्मी किया। ये तीर शाही तीरों से बिल्कुल अलग है। वो एक अकेला नकाब पोश गुम शक्ल अजूबा हमारे सिपाहियों को जख्मी कर गया, हमारे गोदामों से अनाज लूट के ले गया, कैदियों को रिहा और गुलामों को आजाद कर गया। और तुम बुज़दिलों की तरह मेरे सामने उसके तीरों की नुमाइश कर रहे हो। लानत है तुम पर। अंसारी, अल्ताफ। सलाम सुल्तान आली। अंसारी, तुम हमारे छोटे भाई हो और बेटा अल्ताफ, कल के होने वाले सुल्तान तुम हो। हम चाहते हैं कि हुकूमत की बागडोर आज से ही तुम संभालने में हमारी मदद करो। हमारे इन बहादुर सिपाहियों को इनाम दो, मरहम पट्टी करो इनकी, जो अजूबा के हाथों जख्मी तो हो गए लेकिन मर नहीं सके। این هم دوره یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت‌های ظالم است.
اول اینکه به اینها گفت، یکیش گفت تو پسرم هستی و به دیگری گفت تو پسر برادرم هستی و به اینها مقام بده. یعنی ببینید یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت‌های ظالم اینه که در واقع حکومت‌های فامیلی هستن، یعنی اقوام و خویشاوندانشون رو بر سر قدرت میارن و حالا اینجا به صورت غیر مستقیم یک مقداری گفته، ولی در آینده همین در ادامه فیلم میگه، مثلا به فلانی میگه اگر که فرزند مثلا خواهرم نبودی الان مثلا یک شخص ساده بودی، چون که فرزند خواهرم بودی به این مقام رسیدی و بنابراین برو مثلا فلان کار رو انجام بده. اینه، یعنی یکی دیگه از ویژگی‌های در واقع این حکومت‌های ظالم همینه که فامیل‌ها و آشنایان خودشون رو بر سر قدرت میارن و دور و بر خودشون جمع میکنن و به مردم عادی، برای مردم عادی ارزش قائل نمیشن. این هم دوباره یکی دیگه از ویژگی هاست. अपने लोगों का खून बहाकर हम सिर्फ अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, अजूबा को सजा नहीं दे सकते। शाहरुख, अगर میکنه همینجا میگه तुम हमारी बीवी के भाई न होते तो एक मामूली सिपाही होते। जरा सोचो। सोच रखा है सरकार। पाकिस्तान के लोग अजूबा को अपना दोस्त, अपना मेहरबान, अपना मुहाफिज समझते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसका नाम पता देने के लिए तैयार नहीं है। दौलत का लालच देने पर भी नहीं। बहुत खूब शाहरुख, ढेर सारी अशरफियां, कपड़े, खाने पीने का सामान बहारिस्तान के गली कूचों और चौराहों में बांटो। اینجا دوباره یک نکته دیگه ای داره، یعنی تا وقتی که ظلم هست که ظلم هست، یعنی تا وقتی که زورشون میرسه ظلم میکنن به مردم. وقتی که یک امید پیدا میشه که مردم بهش امید ببندن تا در واقع بهش امید ببندن، قدرت بگیرن و در واقع نجات پیدا کنن، اولی کاری که حکومت سعی میکنه انجام بده نابود کردن اون امیده است. یعنی هر امیدی که قرار مردم داشته باشن اون امید رو نابود میکنه. همون کاری که در طی سالهای دیگه، سالهای گذشته انجام داده، یعنی مردم رو از اون امید ناامید میکنه، حالا یا با کشتن اون اشخاص یا اون امیدها یا ناامید کردن مردم. مثلا بگه که بله اینها ضعیف هستن و اینها نمیتونن بهتون کمک کنن. دیدید مثلا به صورت مکرر مشاهده کرد. مثلا همین در قضیه ترامپ که بود، حالا من نمیخوام بگم ترامپ خوبه یا بده، از نظر من خوب بود، ولی خب به اون صورت من اطلاع ندارم که بخوام به صورت دقیق بگم حالا خوب بود یا بد بود، ولی خب زمانی که اومده بود مردم بهش امید داشته بود، امید بسته بود و حکومت به هر شکلی سعی می‌کرد این امید مردم رو ازشون بگیره. حالا یک سری اعتراضاتی رو مینداخت و مردم رو می‌کشت و به صورت علنی هم بیان می‌کرد، یا آمریکا رو تهدید می‌کرد، نمیدونم دور کشتی‌هاشون قایق تندرو می‌فرستادن، پهپاد رو می‌زدن و اینجور بحثا. ولی زمانی که قاسم سلیمانی رو کشت، یک مقداری بادشون خوابید، در اصطلاح میگم بادشون خوابید و فهمیدن در واقع وضعیت خطرناک. به خاطر همین بعد از قاسم سلیمانی یک مقداری کوتاه اومد و مثل این بنده خدا که گفت بین قضا بین مردم چیز کنید، اونا هم یک مقداری کوتاه اومدن. مثلا خامنه‌ای اومد از مردم تعریف کرد، این بحث اصلاح طلب اصولگرا رو یک مقداری کنار گذاشتن و حالا افرادی که اخبار رو دقیق دنبال میکنن میدونن من چی دارم میگم. حسن عباسی که همیشه میاد به روحانی فوش میداد، اومد سخنرانی کرد، گفت رئیس جمهور خوبمون، رئیس جمهورمون، اینجا بحثا. رائف پور همینطور، خود خامنه‌ای، کلا یک جورایی متحد شدن و به حساب خودشون مردمی خودشون رو نشون دادن. وقتی که زورشون نرسه، مثل این بنده خدا با صورت جنگ نرم عمل میکنه که مردم رو فریب بدن و با خوبی های مثلا زودگذر مردم رو از پیوستن به اون امید واقعی
در واقع نجات دهنده واقعی برحضر داره. حالا بعد از اینکه دیگه دوباره ترامپ رفت و بایدن اومد و بایدن احتمالاً به صورت پنهانی بهشون کدایی داده که بله ما با شما هستیم و اینا، دیگه رفتارشون رو دیدی دوباره برگشتن به تنظیمات کارخانه به قول گفته دیگه. اینجا این داره این نکته رو نشون میده که مردم متوجه باشن وقتی میبینی یکی ظالمه یکی میاد نجاتتون بده گول جنگ نرم رو نخورید که اینها خوشی های زود گذره. और उन कुत्तों का पेट इतना भर दो कि अजूबा कौन है ये राज वो खुद ब खुद उगल दें। शैतान जिंदाबाद। स्त्री के लिए अजूबा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। حالا اینجا مردم बता رو داره देगा می‌بینه. तो रहने के लिए खाना आपको रोज मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, और अगर आप में से कोई भी अजूबा का पता बता देगा तो रहने के लिए मकान भी मिलेंगे। रियाया की बेहतरी के लिए अजूबा का पकड़ा जाना بله دیگه یعنی تا زمانی که اوجوبه نبود که قانونی وجود نداشت، دیکتاتوری بود. وقتی که اوجوبه اومد دیگه حالا قانون ارزشمند شد. بله ببینید ما داریم کشور رو اداره میکنیم، بهتون قضا میدیم، حالا قانون خوبه، بیاید اوجوبه رو دستگیر کنید تا طبق قانون باشون رفتار بشه. اینطوری حالا قانون اینجا ارزشمند میشه. बहुत जरूरी है। این خانم در واقع خانم نابینا هم که حالا چند لحظه پیش دیدی ایشون همون در واقع ملکه است یا مادر اوجوبه، مادر همون شاهزاده که ایشون هم به نحوی از اون سانحه دریایی نجات پیدا میکنه، ولی خب چشمانش رو از دست میده و کور میشه و نه ایشون میدونه اوجوبه همون پسرشه و نه اوجوبه که حالا در این فیلم به اسم علی شناخته میشه، اسمش علی، نه اوجوبه میدونه که ایشون مادرشه. अपनी वफादारी का सबूत दिया है उस रोटी लौटा कर तुमने जो आज अपनी वफादारी का सबूत दिया है उससे अजूबा ही नहीं बल्कि परवरदिगार भी तुम पर नाज करेगा। आओ अहद करें कि जान दे देंगे लेकिन अजूबा को धोखा देने की सोचेंगे भी नहीं। एक दे 100 मिलेगा कुछ गरीब को اینجا هم بالاخره یک در गरीब को واقع एक दोगे वो صحنه از حالا کار اوجوبه است که بهتون نشون میدم که ببینید چجوری رفتار. तुम्हें 100 देगा। इस अंधी गरीब को एक दोगे वो तुम्हें 100 देगा। ये है वो बुढ़िया। अंधी को एक दे 100 ले। क्यों बुढ़िया, हमारा दिया ठुकरा कर लोगों को झांसा दे रही हो कि वो अगर तुम्हें एक दें तो मालिक उन्हें 100 देगा? हैं? این 100 برابر بهشون کمک میکنه در واقع. لحظه دوباره एक दे 100 मिलेगा। एक दे تا اون 100 برابر به شما پاداش در منظورش هم خداوند. حتی خداوند کنم گفته بود 10 برابر در واقع پاداش کار خوب رو میده، ولی خب اینجا گفته 100 برابر، حالا طبق معیارهای فکریش. 100 मिलेगा कुछ गरीब को बरकत के मानो। गरीब को एक दोगे वो तुम्हें 100 देगा। इस अंधी गरीब को एक दोगे वो तुम्हें 100 देगा। ये है वो बुढ़िया। अंधी को एक दे 100 ले। क्यों बुढ़िया, हमारा दिया ठुकरा कर लोगों को झांसा दे रही हो कि वो अगर तुम्हें एक दें तो मालिक उन्हें 100 देगा? हैं? हाँ बेटा वो जरूर देगा। तो मैं तुम्हें एक अशर्फी देता हूं। बोलो अपने मालिक से कि मुझे 100 अशर्फियां दे। मालिक बरकत दे। बोल
कि ऊपर वाला मुझे 100 दे। वो जरूर देगा। این هم دوباره داره در واقع طرز فکر اینها رو نشون میده که اینها خداوند اعتقاد ندارن و مسخره میکنن. وقتی بهشون میگه 100 برابر بهت پاداش میده، مسخره میکنن. میگن بله حالا من یک سکه بهت دادم، همین الان به خدا بگو 100 تا سکه به من بده. این هم در واقع استدلال های بی خدایان رو داره نشون میده که میگن بله اینها چرته، اینها دروغ میگن. कब? लगता है बेसब्रा इंसान है तू। ले, तू वापस ले ले अपनी अशरफी। ले, अब मैं तुझे एक चीज और देता हूं। अपने मालिक से बोल कि मुझे 100 दे। बोल अपने मालिक से कि मुझे 100 दे। तू बस थोड़ा सा रुक जा, वो 100 गिन के देगा। حالا من از اینجا رد میشم. من الان متاسفانه تایم فیلم خیلی طولانی شد. من میخواستم 2 تا فیلم رو براتون در واقع تحلیل کنم، ولی خب متاسفانه تایم این فیلم طولانی شد و خیلی هنر کنم همین یه دونه فیلم رو تموم کنم. میزنم جلو، ببینید بالاخره حالا اینجا میاد اون پستره رو شلاق میزنه اینجا بحث. مسائل کلی رو گفتم، یعنی مسائل کلی که قرار بود فیلم ساز به بیننده نشون بده رو من براتون توضیح دادم. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن افراد هست بر ضد اون حکومت. یعنی اینجا داره توضیح میده که ما برای اینکه میخوام یک حکومت رو ساقط کنیم نیاز داریم که افراد رو آموزش بدیم، حالا به صورت مخفیانه یا غیر مخفیانه. حالا ایشون چون در این فیلم کل جهان همین یک دونه، یعنی کل جهان رو همین حکومت در نظر گرفته و همون کشور، ولی خب در جهان واقعی مسلماً کشورهای دیگه هم هستن، یعنی صرفاً همین حکومت نیست و حتما لازم نیست که به صورت مخفیانه آموزش داده بشه. افرادی که در کشورهای دیگه هستن و دست آزاد دارن میتونن آزادانه کارشون رو انجام بدن. افرادی مثل من هم که داخل کشور هستن مجبورم که در واقع مخفیانه کارم رو انجام بدم. و این حالا میگه که بالاخره نیاز داریم افرادی رو آموزش بدیم بر ضد اون حکومت که اینجا داره آموزش میده. این هم دوباره از پیامبر اسلام در واقع الگو گرفته که زمانی که توسط مشرکین تحریم شده بود، به خاطر حالا مواردی که نیاز داشتن به کاروانهای غذای اونها حمله میکردن و کاروانهاشون رو غارت میکردن، چون که بالاخره تحت تحریم بودن و نیاز داشتن به این روش در واقع مایحتاج خودشون رو برای مدتی فراهم کنن. حالا من اینا رو خودتون دیگه مشاهده کنید دیگه. من میزنم جلو تا تایم طولانی نشه. مسئله بعدی در واقع اینه که وقتی که جنگ نرم حکومت انجام میده ما دوباره باید وارد عمل بشیم و با استفاده از آموزه های دینی و انسانی افراد رو قانع کنیم که
این کاری که شما انجام میدید از لحاظ انسانی درست نیست. شما نباید به خاطر حالا تکنانی، یک ذره مقام، یک ذره چیزی همدیگر رو بفروشید و اجازه بدید که ظلم ادامه پیدا کنه. در واقع نفی اصلاح طلبی است در حال حکومت ایران همینه. نه حالا یه ذره یکیتون اجازه داده بهتون برید کاندیدا بشید به نام اصلاح طلب، حالا یک مقداری از مثلا حجاب آزاد دفاع کنن و اینجور بحثا بدید رای بدید. یا مسئله دیگه مثلا بعد این بدن که حالا یک دونه سنی مثلا بیاد وزیر بشه، یا حالا انتخابات بعدی یک سنی رو مثلا بذارن رئیس جمهور بشه. ما باید افراد رو در واقع امر به معروف و نهی از منکر کنیم و بگیم که این کار شما از لحاظ انسانی درست نیست که به خاطر مقامات و مسائل دنیوی و مادی از ظلم حمایت کنیم. که اینجا اینها میگه که در جنگ نرم شکست خوردن و مردم غذاهاشون رو قبول نمی‌کنن. रखा है सरकार, खाना न खाने के लिए उन्हें एक अंधी बुढ़िया ने उकसाया था और अजूबा उसको अपने साथ ले गया था। कौन है वो बुढ़िया? उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। बहुत खूब अब्बा जान। बुढ़िया जिस वक्त गिरफ्तार हो دوباره همین جمله که گفت که برای حکومت ها شکلشون چجوریه. जाए हजूर, उस वक्त आप ऐलान करें कि अजूबा सामने आए वरना वो बुढ़िया मार दी जाएगी। ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं। उस बुढ़िया को गिरफ्तार करके हमारे पास लाओ। अजूबा खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएगा और फिर हम उसे मारकर बहारिस्तान के चौराहे पर लटका देंगे ताकि उसके साथी इस खौफनाक तस्वीर। مسئله بعدی گروگانگیری. حکومت وقتی که دستشون به اون شخص اصلی نمیرسه و یا زورشون به اون نمیرسه سعی میکنن که گروگانگیری انجام بدن و یکی از افراد که معتقدن برای اون شخص ارزش داره رو گروگان میگیرن و مجبورش میکنن که خودش رو تسلیم کنه. بنابراین حالا این موضوع رو توی این فیلم درست در موردش توضیح نداده، ولی خب ما باید حواسمون رو جمع کنیم و بتونیم از همدیگه حمایت کنیم و اجازه ندیم که حکومت بتونه از ما گروگان بگیره و مجبورمون کنه که در واقع خودمون رو تسلیمش کنیم. الان که میبینید حکومت معمولا مثلا الان حالا توضیح میخوام بدم در مورد نوید افکاری. مثلا نوید افکاری رو که کشتن، در واقع کشتنش تموم شد رفت، ولی خب وقتی که خواستن قبرش کردن چند بار اومدن قبرش رو خراب کردن و توی رسانه ها هم اعلام کردن. در واقع مثلا حساب کاربری خواهرش رو مسدود کردن و توی رسانه ها اعلام کردن، همه جا نشون دادن که بله اگر اینها رو ما کشتیم به خانواده‌اش هم رحم نمی‌کنیم. و مادران کشته شدگان آبان 98 رو همیشه توی رسانه ها نشون میدادن. این رسانه حالا من نمیخوام بگم کارشون بد بوده، ولی خب رسانه ها خیلی چیزای دیگه رو نشون نمیدن ولی اینجور مسائل رو نشون میدن. حالا اینا معلومه رسانه های خارج از کشور و در اصطلاح آزاد خیلی تحت تاثیر حکومت هستن و کارهایی که حکومت بهشون میگه انجام بدید انجام بدید. این کارها رو انجام میدن که افراد بترسن. یعنی افرادی هستن، همون انسان ها که من گفتم نقطه ضعف حضرت علی هم قبلا بهتون گفتم. اینجور انسان های خوب از جون خودشون نمیترسن، یعنی برای خودشون که باشه برای مردم میرن جنگ میکنن و جون خودشون رو فدا میکنن. اینها از چیزی که میترسن از دیگرانه که حالا به خاطر اینکه این شخص رفت در واقع جون خودش رو فدا کرد و از ضد حکومت قرار گرفت، فردا مثلا زنش، خانواده‌اش هم در واقع تحت ظلم قرار میگیره. مقصود اینه. بنابراین اپوزیسیون باید مواظب باشه، باید مردم رو طوری تربیت کنه که اگر یکی رفت به خاطر مردم خودش رو فدا کرد، بقیه مردم بتونه از خانواده اون دفاع کنه و این رو باید در واقع اپوزیسیون یاد بگیره که چجوری مردم رو آموزش بده که از همدیگه بتونن دفاع کنن. این هم یکی دیگه از مباحثی است که نیاز هست بدونیم. और फिर कभी हमारे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत न करे। शैतान जिंदाबाद। حالا من جلو میزنم تا
برسیم به بقیه مباحث. این بحث رو دیگه خودتون ببینید. این مباحث رقص اینها حالا خیلی مباحث رقص در واقع جنبه آموزشی نداره. حالا افرادی که مشکل دارن با اینجور مباحث میتونن نگاه نکنن. یکی دیگه از ویژگی‌های حکومت‌های ظالم اینه که زنها رو مالک می‌دونن، یعنی زنها رو خیلی راحت خرید و فروش می‌کنن و مثل کالا اینها رو در واقع خرید و فروش می‌کنن. و مبحث همینه، یعنی در واقع تقریبا تموم شد. این مباحث اصلی که در واقع فیلم می‌خواست به بیننده برسونه همین ها بود که در واقع یک سری نکته هایی که می‌خواست یاد بده همین ها بود که بالاخره ما باید انسان باشیم. انسانیت که باشه حتما ظلم شکست مطمئن باشیم و خداوند راه رو باز می‌ذاره. فقط اصل کار اینه که انسانیت وجود داشته باشه. این در واقع اصل کار همین. بعدها بالاخره این جادوگره رو نجات میدن و این مادر متوجه میشه، اون پدرش هم پیدا میشه در ادامه. این در واقع پدرش همون شاه قبلی بود که غرق شد ولی خب نجات پیدا کرد و یک جایی داره زندگیشون. اینها همگی به همدیگه میرسن و با توجه اون نیروهایی که آموزش داده بودن با همدیگه یکی میشن، در مقابل اون جنگ اون حکومت ظالم جنگ میکنه و پیروز میشه. این در واقع یک شکل کلی که داشت همین. ولی خب این نکته‌های اصلی در واقع همون چیزایی که دیگه گفتم. و بعدش بالاخره اون شیطان هم زنده میکنه. اینجا دیگه جنبه های تخیلی داره. مهم اصل کار مهم اون مفهوم فیلم که میخواست به ما چه مفهومی رو برسونه و راهکار بده. و به نظر من خیلی فیلم زیبایی است. حالا با اینکه خیلی قدیمیه
واسه 30 سال پیشه، ولی نسبت به اون زمان خیلی فیلم زیبایی ساخته و از خیلی از فیلم های آخر زمانی که امروز ساخته میشه بهتر ساخته شده. حالا فیلم های آخر زمانی خیلی جنبه تخیلی داره و مفهوم خاصی نشون نمیده. حالا یک شخصی نمیدونم دشمن فضایی میاد حمله میکنه یک سری افرادی که قدرت های ماورایی دارن، اینا مثلا در مقابل اونها خیلی نقش مردم رو برجسته نشون نمیده و به قول گفتین ریشه‌ای مسائل روز رو نشون نمیده که مثلا چی میشه که ظالم به قدرت میرسه، ظالم از چه روش‌هایی برای در قدرت موندن استفاده میکنه و مسائل دیگه. حالا اینجا این پدرش هست، این همون پدر است که نجات پیدا میکنه اینجا بحثا، که این هم دوباره از داستان حضرت عیسی در واقع کپی گرفته. یعنی اگر اعجوبه رو مثلا امام زمان قرار بدیم، حضرت عیسی رو در واقع اون پدرش قرار گرفت، نشون داده که بیماران رو شفا میده و اینجور بحثا، بیماری های لاعلاج رو شفا میده. حالا بخشش که بیماران رو شفا میده رو من نمیتونم پیدا کنم، ولی خب خودتون اگه دوست داشتید میتونید مشاهده کنید. کجا بود؟ اینجا رو دیدمش. ای بابا برنامه میمارد شد. सच्चाई का नूर है। सुल्तान है। वो रोगियों को अपने हाथों से छूकर शफा दे रहे हैं। सुख और दुख दोनों ऊपर वाले की देन। ये हाथी, ये देना तुम उन्हें, निशानी है मेरे पास मेरे इकलौते बेटे की। به هر حال این مباحث اصلی رو من گفتم که بهتره که طبق این مباحث در واقع ما پیش بریم و در واقع سازنده این فیلم میخواسته این رو به بینندگانش القا کنه که چجوری در مقابل ظلم ایستادگی کنه. امیدوارم که مباحث اصلی همین بود دیگه. من گفتم البته من قصد داشتم 2 تا فیلم رو برای شما توضیح بدم، ولی خب این فیلم حالا یک مقدار طولانی شد دیگه، نشد فیلم دوم رو توضیح بدم که اون رو در آینده انشالله میسازم و ویدیوش رو میذارم. بحث به همینجا به پایان میرسونم. خدا نگهدار و بدرود.